خب سلام دوستای عزیزم. امروز گفتم که این پرونده فن 206 207 هم براتون ببندم. البته این سیستمش 206 فرانسه است. قطعا 206 ایران هم براتون میگیرم میذارم که خودتون بتونید خیلی راحت فنتون رو ارزیابی کنید. اگه تو راه موندید، تو جاده موندید، جایی گیر کردید، خودتون بتونید فن رو راه اندازی کنید. خب بریم بهتون دونه دونه بگم اصلا چجوری کار میکنه. ببینید بچه‌ها، فن 206 207 دو تا رله داره. این رله های سبز معمولا رله های پایینی اگه دست نخورده باشه فن دور تنده، رله بالایی که توی این قاب قرار میگیره فن دور کنده. حالا این برعکس پژو 405 که دو تا فنش سری میشد، خودش فن دور کنده را مینداخت. این اومده از چی استفاده کرده؟ اومده از یه قطعه استفاده کرده به اسم مقاومت فن. این مقاومت فن کارش چیه؟ میاد ولتاژ 12 رو میشکونه، میکنه 6 ولت میندازه سر موتور فن تا چه کاری میکنن؟ با دور کند کار بکنه. حالا اگه این قطعه خراب شه، شما ماشینتون فن دور کندش از کار میفته، در ازاش فقط میره رو دور تند، فقط یعنی دور تندتون کار میکنه. حالا ارزیابیش به چه صورته؟ شما میاید قبل از هر چیزی فیوزا رو چک میکنید. این نکته هم بهتون بگم دوستان، میگم ما فیوزا رو چک کردیم سالم بود ولی باز برق و سر فن نداشت. بچا این زیر ما یه چند فیوز ماکسی یا به اصطلاح بازاری فیوز گاوی داریم. شما با همون تستامپی که بهتون آموزش دادم ساخته شد خیلی راحت میاد اینجا خروجی ها رو چک میکنید. خروجی ها باید همه برق داشته باشه. هر کدوم برق نداشت یعنی که این فیوزای ماکسی یکیش سوخته. پس همیشه تو تست فیوزای 206 فرانسه این فیوزای زیر رو فراموش نکنید. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ زمانی که شما فن دور کندتون نمیزنه، دور تندتون میزنه، احتمال خیلی زیاد این قطعه مقاومت فنی که بهتون نشون دادم سوخته. این قطعه کجا بس میشه؟ این پایین بغل موتور فن با یه پیچ 10 بسته شده. حالا تستش هم با دیاگ خیلی راحته. شما این دو تا پینو با هم یه سره میکنید، تست عملگرا دور کند میزنید. اگه فن چرخید با سرعت زیاد یعنی اینکه سیم کشی بر رله سالمه. اگه بازم کار نکرد 99% خود رله خرابه. دور تندش هم که مستقیم زمانی که رله عمل میکنه، فرمانش از ایستگاه میاد عمل میکنه، چه اتفاقی میفته؟ فن مستقیم میره دور تند. پس چی شد؟ اگه دور کندتون کار نکرد یا مقاومت فنتون خرابه یا رله. اگه دور تندتون کار نکرد رله دور تندتون از کار افتاده. ولی قبلش باید حتما فیوزا رو چک کنید، سیم کشی رو چک کنید. بعد که این کارا رو انجام دادید اقدام کنید برای تعویض قطعه. زنده باشید. لطفاً با لایک کردناتون، سابسکرایب کردنمون، حمایت کردنمون، کامنت، سوال، هر چی دارید از من بپرسید، ما رو حمایت کنید تا این پیج هر چی بیشتر، زودتر، قوی‌تر بشه و بتونیم یه پیج خوب بشه بشیم کنار شما.